Hvala, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Emomali Rahmon, President of Tajikistan. Your Excellency, you have the floor. محترم خانم رئیس، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه می‌خواهم به سازمان ملل متحد و حکومت امارات متحده عرب برای برگزاری اجلاس امروزه منتداری خود را ابراز نمایم. جمهوری تاجیکستان که 93% قلمروی آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، روبروی پیامدهای تغییریابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به شمار رفته، همه ساله با آبخیزی، سیل، فرآمدن یخ و ترمه و دیگر آفتهای طبیعی مربوط به آب دچار می شود. با مقصد پس کردن تأثیر منفی تغییریابی اقلیم به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، حکومت تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم را برای دوره تا سال 2030 تطبیق می نماید. جهت رسیدن به هدفهای این استراتژی اینچنین کمک مالیوی جامعه بین المللی از جمله برای بلند برداشتن اقتدار و انتقال تکنولوژی‌های سبز ضرور می باشد. حاضرین گرامی، حصه تاجیکستان در حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای ناچیز بوده. از روی اندازه پست چنین پرتوها جای 130 را اشغال می نماید. تاجیکستان 98% برق خود را در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده. از روی فائض تولید انرژی سبز از منبع‌های تجدید شونده در جهان جای 6 را اشغال می نماید. ما نیت داریم که در آینده اقتدار استحصال انرژی سبز را همچون زمینه اساسی پیشبرد اقتصادی سبز 2 برابر افزایش دهیم. با مقصد تامین امنیت آذوقه‌واری، تاجیکستان تدبیرهای عملی را در سمت استفاده عاقلانه آب و زمین و تکنولوژی معاصر برای بلند برداشتن ثمرناکی ساحه کشاورزی می‌اندیشد. محترم قانونی رئیس، تغییریابی اقلیم پیش از همه به منبع‌های ذخیره‌های آب تأثیر منفی می‌رساند. در این روند آبشوی با سرعت پیرخواه بر علا مشاهده می‌شود. 10 ساله آخر شماره عمومی پیرخواه تاجیکستان که 13,000 را تشکیل داده، منبع 60% آب‌های منطقه ما میباشد، به اندازه زیاده از 1,000 کم گردیده است. با تشبث تاجیکستان، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخواه و 21 مارس روز جهانی پیرخواه قبول گردیده. فاند مقصدناک بین المللی آید به مسئله حفظ پیرخواه تأسیس داده شد. تاجیکستان تصمیم گرفته است که سهم مالی اولیه خود را به این فاند مقصدناک بگذارد. اطمینان داریم که جامعه جهانی همچنین در تطبیق سریع دیگر هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب بخصوص نتیجه‌های کنفرانس دوم آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال جاری در شهر نیویورک تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند برگزار گردید سهم خواهد گذاشت. ما جهت رشد همکاری‌ها در تطبیق روزنامه گلوبالی آب و اقلیم من بعد نیز تلاش‌های خود را ادامه خواهیم داد. از توجهتان سپاسگزارم. Thank you, Your Excellency.